از بین تمام اکتشافاتی که گونه انسان در طول حدود 4 میلیون سال عمر خودش انجام داده، شاید هیچ کدوم به اندازه آتش مفید و در عین حال مرگبار نبوده. این عنصر زیبا، لرزان و در عین حال ترسناک برای پختن غذا، گرم کردن خونه هامون و به کار انداختن دستگاه هامون استفاده میشه. از آتیش در هنر و یا جشن هامون برای روشنایی و تزیین هم کمک میگیریم. اما همیشه دو روی سکه وجود داره و آتش به بخشی از سلاح‌های بشر هم تبدیل شده. ابزاری برای کشتن. وقتی آتش از کنترل خارج بشه یا به شکل غیر منتظره شعله ور بشه، میتونه فاجعه بار باشه. خونه ها و شهرامون رو در چشم بر هم زدنی خاکستر میکنه. با این حال اگه کشف آتش قابل کنترل نبود، ما از نظر تکنولوژیکی هیچ وقت به این نقطه نمیرسیدیم. امروز قراره به این نگاه کنیم که نیاکان اولیه انسان چطور یاد گرفتن این نیروی رام نشده طبیعت رو کنترل کنن و از اون به نفع خودشون استفاده کنن. این داستانی حیاتی در قصه انسانه. بدون اون دنیا میتونست کاملا متفاوت باشه. ما بهش میگیم کشف، اما آتش خیلی پیشتر از انسان توسط حیات روی زمین کشف شده بود. آتش‌های طبیعی در واقع بیش از 420 میلیون ساله که روی سطح زمین اتفاق میفتن و نیاکان ما فقط یاد گرفتن که چطور اون رو کنترل کنن. شواهدی از زغال سنگ در رسوبات سنگی مربوط به دوران سیلورین نشون میده که گیاهان خشکی وقتی شرایط مناسب بوده دچار احتراق میشدن و میسوختن. این الگو در سرتاسر فسیل‌های بجا مونده همزمان با نوسانات جو زمین و تنوع زیستی گیاهی طی زمانهای ژرف زمین شناسی دیده میشه. در واقع میشه گفت که این کشف بیشتر یه جور زمان و مکان مناسب برای نیاکان آتش به دست ما بوده. در طول دوران پلیستوسین از عصر نوزیستی یا سنوزوئیک، علفزارها در بخش‌های وسیعی از جهان گسترش داشتند، از جمله ساوانه‌های وسیع آفریقای زیر صحرای بزرگ. آتش سوزی‌ها در این علف‌های بلند و خشک چیز عجیبی نبود، ولی آسیبی هم به محیط زیست نمی‌زدند. در واقع خود ساوانه‌ها به آتش نیاز داشتند تا همون ساوانا باقی بمونند. اگه این سوزوندن و رویش دوباره اتفاق نمی‌افتاد، این مناطق ممکن بود به مرور به زمین‌های خاردار و کم حاصلی تبدیل بشن و حیوانات ساکنان اونجا یا مجبور به سازگاری بشن و یا از بین برن. نیاکان اولیه ما، میمون‌ها، آسترالوپیتکوس‌ها و اعضای نخستین از سرده هومو احتمالاً بارها شاهد این آتش‌های مرگباری که در چشم اندازه باز اطرافشون شعله می‌کشیدن بودن و وقتی فهمیدن آتش نه تنها میتونه بکشه بلکه گیاهان و حیوانات رو هم میسوزونه، ممکنه تصمیم گرفته باشن تا به دنبال شعله ها برن. اونها احتمالاً جسدهای سوخته حیوانات و بقایای گیاهانی رو که در اثر آتش از بین رفته بودن جمع‌آوری می‌کردن و این کار برای اونها باعث صرف جویی مقدار زیادی از انرژی مورد نیاز برای شکار میشد. تازه حیواناتی که از آتش فرار می‌کردن هم راحت‌تر به دام می‌افتادن و کشته می‌شدن. مثلا نوعی غزال که داشت از آتش فرار می‌کرد ممکن بود در مسیر فرارش با اعضای گروهی از انسان‌ها مواجه بشه که دور آتش حلقه زده بودند و در انتظار کمی بودند. تا حدود 1.5 میلیون سال پیش نیاکان ما هنوز ارتباط مستقیمی با آتش برقرار نکرده بودند. دانشمندان نمیتونن با قطعیت بگن که دقیقاً چی شد. اما مردان و زنان اولیه شاید متوجه شده بودند که بعضی چیزها کندتر از بقیه میسوزن و شاید حتی اونها رو عمدن توی آتش مینداختن تا مدت زمان سوختن شعله رو بیشتر کنن. از شاخ و برگ خشک و فضولات حیوانی احتمالاً برای ترسوندن شکارچی‌ها یا گروه‌های رقیب انسان‌ها استفاده می‌شده. آتش به طور مداوم گرما و روشنایی فراهم می‌کرد به علاوه غذای پخته. دود حاصل از آتش هم احتمالاً در دور نگه داشتن حشرات آزاردهنده مثل مگس و پشه مؤثر بوده و تا وقتی آدم‌ها خودشون رو از شعله‌ها دور نگه می‌داشتن، زندگی در دشت‌ها قابل تحمل تر می‌شد.
اما درباره زمانی که انسان‌ها یاد گرفتن خودشون آتیش درست کنن، باز هم چیزی در دست نیست. شناسایی اولین محل واقعی برپا کردن آتیش یا اجاق‌های باستانی کار بسیار دشواریه. اما چند سایت باستان شناسی در خاورمیانه و جنوب آفریقا ممکنه کلید این راز باشن. به طور خاص غار قاسم در اسرائیل و غار واندرورک در استان شمالی کیپ آفریقای جنوبی. سایت‌های اسرائیلی جدیدترند و نشون میدن که از یک آتیش به طور مکرر استفاده شده و شواهدی از گوشت پخته هم در اونها پیدا شده. اما این آتیش‌ها دقیقاً چطور ساخته می‌شدن؟ وقتی نیاکان اولیه ما متوجه شدن که بعضی مواد دیرتر می‌سوزن، احتمالاً شروع کردن به جمع‌آوری و ذخیره اونها برای موقعیت‌های خاص. 2 تکه چخماق وقتی به سرعت به هم مالیده یا به هم کوبیده میشن باعث جرقه و شعله میشن. در اون زمان چخماق برای ساخت ابزار و سلاح هم استفاده میشد. بنابراین خیلی از افراد احتمالاً عادت داشتن هنگام کار با چخماق جرقه ها رو ببینن. شاید شباهت جرقه ها به آتیش توجهشون رو جلب کرده بود یا شاید یه اتفاق شانسی بوده. اما با تکرار و مشاهده در نهایت تونستن ارتباط بین اینها رو بفهمن. در هر حال اون انسان‌های اولیه موفق شدن قدرت آتیش رو برای منافع خودشون مهار کنن. این کار احتمالاً با کلی آزمون و خطا و سختی همراه بوده. اما خیلی زود نیاکان ما تونستن با استفاده از مواد دیرسوز شعله آتیش رو تغذیه کنن و اون رو تمام شب زنده نگه دارن تا نور، گرما و در نهایت غذای پخته در اختیارشون باشه. پیامدهای یادگیری کنترل آتش تقریباً بی پایان بود. اولینش این بود که انسان‌ها شروع کردن به جمع شدن در مکان‌هایی که آتیش به طور مکرر در اونجا روشن می‌شد. گروه‌هایی از سرتاسر سرزمین‌ها ممکن بود گرد هم اومده باشن تا در جاهایی زندگی کنن که بتونن اونجا رو گرم و روشن نگه دارن و همچنین برای اینکه خودشون رو از دست شکارچی‌های ترسناکی مثل گرگ، خرس و گربستانان بزرگ که در دل تاریکی شب در کمین بودن در امان نگه دارن. این امکان که یک منطقه رو بتونن برای مدت طولانی تری بعد از غروب آفتاب روشن نگه دارن باعث شد که الگوی خواب این انسان‌های اولیه تغییر کنه. مردم دور آتیش جمع می شدن تا با هم گپ بزنن، دوستی‌ها و روابطی ماندگار شکل می گرفت و با حرف زدن با هم روشی برای برقراری ارتباط پیدا کردن که بعدها میتونست به شکلگیری زبان‌های کهن منجر بشه. وقتی انسان‌ها عصرها دور آتیش میشستن و گپ میزدن، زبونشون این امکان رو به اونها میداد که داستان‌هایی از نیاکانشون رو تعریف کنن. شاید درباره آدم‌های خاص صحبت میکردن، شکارچیان شجاع، صنعتگران ماهر یا طبیبانی محترم. این گفتگوهای اولیه که به لطف وجود آتیش ممکن شده بودن، به ظهور فرهنگ منجر میشد. شاید حتی وقتی که این داستان‌ها به نسل‌های بعد منتقل می‌شدن، به نوعی سرآغاز ادیان و افسانه‌ها بود. هنر هم در همین روند فرهنگی جا می‌گیره. وقتی انسان‌ها یاد گرفتن که غارهایی رو که توش زندگی می‌کردن روشن کنن، تونستن دید بهتری پیدا کنن که در نتیجه شروع به نقاشی کشیدن بر روی دیوارهای سنگی سکونتگاه‌هاشون کردن. این کار به اولین نقاشی‌های غاری منجر شد. جنبشی که احتمالاً نقطه آغاز هنر ترسیمی به شکل امروزی خودش بود. بازسازی‌هایی که امروزه از زندگی انسان‌های باستانی در ویدیوها یا موزه‌ها می‌بینیم، اگر اون موقع آتیش مهار نمی‌شد، اصلاً ممکن نبود. تو جاهایی که با آتیش اردوگاه‌های خودشون رو دوباره روشن می‌کردن، کم کم سکونتگاه‌های دائمی به وجود اومد که به شکل گیری اولین قبایل یا روستاها منجر شد. آدم‌های تازه‌ای از گروه‌های بیرونی به این سکونتگاه‌ها می‌پیوستند و اینطور بود که این جوامع گسترده تر می‌شدند و نخستین اجتماع‌های اولیه در نقاط مختلف دنیا شکل می‌گرفتند. جدای از این، آدم‌هایی که در این جوامع زندگی می‌کردند می‌تونستند افق‌های تازه‌ای برای رژیم غذایی خودشون پیدا کنند. غذای پخته هم از گوشتی که پیشتر زمانی که انسان‌ها هنوز به آتیش دسترسی نداشتند و به صورت خام خورده می‌شد، خوش‌طعم‌تر شده بود. این آزمایش‌های بیشتر با مواد غذایی و رژیم‌های غذایی تنوع غذایی بیشتری رو به همراه داشت و باعث شد اولین آشپزی‌های منطقه‌ای در دنیا شکل بگیره. پختن غذا همچنین باعث از بین رفتن باکتری‌های خطرناک موجود در گوشت خام میشه و این یعنی نیاکان ما میتونستن به نوعی تغذیه سالمتر و عاری از میکروب دسترسی پیدا کنند.
در نهایت این موضوع نقش مهمی در افزایش طول عمر اونها بازی می‌کرد و این افزایش عمر همه جنبه‌های پیشرفت تمدن رو بهبود می‌بخشید. آتش حالا یک سلاح مرگبار هم به حساب می‌اومد. با آغشته کردن سر نیزه‌ها و تیرها به مواد خشک و دیرسوز، شکارچی‌ها یا جنگجویان اولیه میتونستن اونها رو به آتش بکشن. مزیتی که در شکارها و یورش‌ها خیلی به کارشون میومد. آتش‌های کنترل شده میتونستن برای بیرون کشیدن حیوانات از مخفیگاه‌ها روشن بشن. آتش حتی میتونست برای کشتن سریعتر حیوانات بزرگتر به کار بره یا برای به آتش کشیدن سکونتگاه‌ها و قلعه‌های اولیه. اینجور تخریب‌ها قبلا در دنیای طبیعی بی سابقه بود. استفاده از آتش به این شکل احتمالاً نقش مهمی در شکلگیری اولین درگیری‌ها و جنگ‌های بزرگ داشته و آتش حتی امروزه هم در خالص‌ترین شکل خودش به عنوان یک سلاح به کار میره. تسلط ما بر آتش در نهایت نقش عظیمی در رشد مغز انسان ایفا کرد. همونطور که ما از آتش یاد می‌گرفتیم، نیاکان ما از نظر تکنولوژیکی جلو می‌رفتن. انتخاب طبیعی مسیر خودش رو طی کرد و جوامعی که به آتش دسترسی داشتن از بقیه پیشی گرفتن و باقی موندن. حالا سریع بیایم به دنیای امروز. الان دیگه خیلی نادره که آدم با چیزی ساخت دست بشر روبرو بشه که به نوعی رد آتش در اون نباشه. آتش انقدر در زندگی روزمرمون عادی شده که به راحتی یادمون میره این عنصر تا چه اندازه مرگباره. هیچ شکی نیست که بعضی از نخستین نیاکان ما قربانی خطرات آتش شدن. اما با این حال آتش نیروییه که بشر بدون اون نمیتونست به تمدن امروزی خودش برسه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز کانال تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس. بدرود.